خیلی خوب، با اسپرینگ برگشتیم این بار دیگه. میتا بسته از من میتا و خب ادامه بازی. سلام. همش یادم میره یه اینترو خوب داشته باشم من. سلام، من اسپرینگم با کلی میتا در بازی میساید و الان میتا خشن اینجاست و میبینید چه منو خوبیه. ورژن 923 حتی به یک هم نرسیده. جالبه. خب ما ادامه رو میریم چون فکر کنم سیو نداره اینجا و ترسناکه اگه بخوام همه اینا رو دوباره برم و پشت سر هم باید ضبط کنم. بریم. میتا نزدیک بود رومون یه یخچال بندازه. آخه با یخچال اوه داره اونجا از فضا لذت میبری. نه اینطوری که من که تو رو میکشم چه فرقی میکنه. من اینو باید برم پایین. مگه این دره باز نشو؟ این دره به کجا میره؟ بخواستم خودکشی کنم رسما. چیپستی هم اینجا نبود. حیف. شایدم جاش گذاشتم. مهمم نیست تا وقتی اونجا یه میتا هست که میخواد ما رو بکشه. البته چیزای بدتر از کشتن به قول میتا. پنجره به سمت خونه. من خونه میخوام. دلم مثل اون خونه که با میتا توش خیلی راحت بودیم تنگ شده. دلم یه خونه با یه میتا راحت میخوام. خونه پذیرایی. دلم واسه پذیرایی تنگ گشته. چیپست واقعا من همه جا رو گشتم به نظر خودم و هیچ چیپستی. نگو اینجا باید مراقب باشم بهم چیزی نخوره. یوتا یه چیزی بهم میخوره میگیرم. The end good ending. این باگه که تو میتای خفن بود. یه عالم هویج. البته اینجا یه عالم صندلیه دیگه. اینجا هم هیچی چیپست نیست. نه مثل که فکر کنم اینجا دیگه باید یه چیز بدی. میشه اینجا یه سیو بهم بدی؟ اینجا شبیه تو مینی گیم ماشین است. قطار. یک قطار صورتی از تلکابین استفاده. سلام مینی میتا. جای میری؟ میتافون؟ این تویی؟ خب مینی گیم ما باید دوباره رد کنیم. Give me chipset. قطعا توی مینی گیم چیپست نیست. اینو گفت فشار بدیم. بگیر. دستت هنوز زخمه. نمیخوای حداقل یه خورده خونشو تمیز کنی؟ اینجا تو حالت کاتسینه. قطعا فکرم یه رسه دسته. عجیبا غریبا. باید مثلا دقیقا به سرش بزنم یه چی. ولی چقدر اینجا آروم شد. با بیوف. مشاهده‌گر دماغم میخوره. مشاهده‌گر نوب بازی اسپرینگ هستیم.
قرار 1000 بار اینو بریم. دیگه رحم ندارم. صدای عجیب از تو کابین میاد. با داغ این مینی گیم نیست، این بازی مرگ و زندگیه. منظور چی؟ مینی گیم اینطوریه که تا اگه توش ببازی هیچ اتفاقی نمیفته. مثل اون بازی هایی که با میتاها میکردیم. باید دقیقا به خودشون بزنیم. بمیر. اصلا اینا چی هن؟ تو همچی فضایی همچی چیزی چیکار میکنه؟ میخواسته بازی ساز میخواسته ما توی کابین بیکار نشین. بمیر. رسیدیم دیگه. آره بالاخره. خب میام مینی گیم. به چیپست بهم نمیدی؟ مثلا اینجا یهو چیپست ظاهر شده باشه. تلویزیون کوچیک قابل حمل. این مینی گیم هم اینجا داره. خدافظ. تا یه نوع میتا بودی دیگه. میتافوس مثل آندره فوس. پروفسور نه یه میتایی هتور. خیلی خوب، یه لحظه من اینجا رو استاپ کردم. بریم ادامه. هیچ اتفاق نیفتاد، فقط استارت شد. واه سرعتو گفته بود ما با عنوان میتا باید شیاطین رو تنبیه کنیم. باور کنیم مینی گیم ها. اینا یه دونه از کجا میزنه؟ من اینجا وای میستم تا کلی این بابا 44% کلا چون داره. قطعا اسپرینگ توی مینی گیم های بازی مزخرفه. فقط اینو میتونم بهتون بگم. بابا چه عجب. کجا میرید؟ افتادم تو موزا. من یه فکری دارم. دویدن تا بی نهایت. مردم. فکر خوبی نبود ولی خب بازم اجرایش میکنیم. این چیه؟ این ور بریم. پریدن داریم. نمیتونیم بریم. توی دل همه انمیا با هم. اصلا کجا بریم؟ باید 16 تا شیطان بکشیم. بهترین جا هم اینجاست. بابا دویدن بی نهایت. واه یه سشون هستن جون منو برمیگردونن. اینا
شیلد دارند. بهترین کار اینه که 11 از 16 تا چی اسلو موشنی شد یهو. نه 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 نمیدونم چرا انقدر دارم تلاش میکنم این مینی گیمو ببرم. هیچ چیز مینی گیمو منطقی نخواهد بود. نه 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 نه. نوب بودن اسپرینگ روز شاهد هست این نمیتونه بمیر دیگه. لعنتی با شیطانه با هم پریدیم اینجا. با شیلد اینم زدم. بابا این خیلی سرعتش زیاده، باید سعی کنم اینو بزنم. جون چه عجب. این چرا اینجاست؟ نوب 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 نوب. خب جون 16 از 16 شد دیگه. بمیر. اینا که شلیک میکنن خیلی رو مخن. شما نباید زنده باشید. همین روند رو ادامه میدهیم. فکر کردم مثل شیطانه تو مذاب مرد. چه با یه شیطان تو مذاب بمیره؟ بابا تو مذاب 8 از 20 تا کلن کشتم. مرسی. مردم. دوباره از همون مرحله می آید. بیایید. نمیتونم دوستاشون رو با هم بکشن قطعا. از 20 و بیاید جلو. بابا به بازم دیگه نمیرم. به بازم دیگه نمیرم. خروج. این کار من نیست. چیپست داری تو؟ نداری. چقدر کند شد. کند نشد. من عادت دارم تند برم.
عدد کرد. یک عدد میتای دیگه. چرا فکر کردم دقیقا همونطوری که فکر کردم. آینه شکسته. خب میتای غمناک. چیپست کیه اونجا؟ میتونم حست کنم. قطعات رو پیدا کن و تصویر رو روی میز بساز. نه اگه به هم بخوری چی میشه؟ فکر کنم نمیخوره. کدوم میز؟ اینجا مثلا بذارم. آه واقعا کشوها رو گشت. انتظار نداشتم رو یه دونه کمد بزنم و کشوها رو بگرده. کشو رو با پاش بست. اوه الان این کار اصلا فایده ای داره؟ قطعا داشت. وای لعنت بهت. و بله دوباره تو این اتاق قطعا. یا لحظه اینطوری بودم که چرا ریدم ترسیدم. من اینجا میزدم. این بالاشه. این اینجاست. این اینجاست. یه تیکه دیگه مونده. خب یه تیکه مونده. اون یه تیکه قرار نشد تو همینطوری این ور اونور را بری حالا که نمیتونی ببینی یا هر چی مزاحم کار من بشی. میتونی بشینی. هیچی نبود واقعا. یه کشو دیگه هست. خب اینا که گشتیم. تو سطح آشغال مثلا چقدر سخته. چرا نمیتونم پیدا کنم؟ کجای اول اطلاع داشته باشیم از جایی که باور کن تو یکی از اینا باید باشه. نیست. عجیبا غریبا. قطعا یه دونش باید سخت باشه پیدا کردش نسبت به بقیهشون. مثلا توی این نه کلشون. نه یا این وری
اینجا چیپست بود، فکر نمی‌کنم اینجا باشه. ساعت این اتفاق، این خوب نیست، این خوب نیست. کمودا میتونستیم بگردیم پایین رو نگاه کسری. تایممون داره تمام میشه. وای اینجا هم نیست. این کشو هم کشیم، اینم کشیم، اینجا هم کشیم، اینجا 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 اینجا. کجا دیگه مونده؟ من خیلی خنگم اصلا هستش ولی نمیبینمش. نه گیر نیفتادی بانو، میخوام نجاتت بدم، باور کن. رو زمین اصلا اینجا دیگه به زمین پناه آوردم. تختم باید بتونیم بگردیم. تختش 2 نفره است. همینا بود واقعا. توی کجاست؟ اگه اینجا بایستیم چی میشه؟ دقیقاً ما رو میترسونه ولی بهمون میده. بعد به همین فکر میکردم. بذارش رو میز، اینم بذار این رو. به چسب میزنیم. قلب قلب قلب. آها قلب قلب قلب. خواستم ببینم چند دقیقه است دارم ریکورد میکنم. به تازه ندیدم سیو بشه اینجاها. شاید من کورم. تصویر رو به میتا بده. میتا بیا. خواهش میکنم. باش میتای مهربون، تو مهربونی. الان تو کمد یه چی سیف شد تازه. این خوب نیست به خدا. اگه بلنش به خدا من میخوام برگردم. از مدل های میتا فرار کن. این یکی از همشون قرار سخت‌تر باشه. قرار نبود بیام این تو، قرار نبود بیام این تو، قرار نبود بیام این تو. یکی همون تو بود. این ور. نه بیچورا خونه است ولی 4 خونه بود. بی
این قضیه دویدن هیچ کمکی نمی‌کنه. نمیدونم چرا اومدم اینوری. وای صدا وای 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 من دوست ندارم واقعا این تیکه بمیرم. باش دوربین انگار اسلحه هست اینجا. مگه شما قرار نبود تو نور کار نکنید و باز بالا؟ واش یه راه خروج پیدا کن. وای وای من از اینا متنفرم. به خدا یه بار دیگه این بازی به خدا یه بار دیگه به من تامی اسکلت بده. فقط میخواد بخوابه. میتای خوابالو تنکس. باید همه چیز ساکت باشه. ولی خب چیپست همیشه چیپست ها تو آسون ترین جاها. ما باید ساکت باشیم. چیپست هم بهم بدید من میرم. ناز خوابیده. نباید روش بزنم فکر کنم. Give me چیپست. من به نظرم یه بارم تا اینجا که اومدیم. نه بخواب. بیدار نشده باشه میتا بخواب. میتا خوابالو بخوابه. به ما کاری نداشته باشه. نه چیپست. Oh my god کدو تنبل. Give me چیپست. چقدر قشنگه اتاقش. وای میشه یه خورده اینجا بمونیم؟ البته که اینجا موندیم هنوز. کاش که میتا رو بیدار میکردم. ولی به خدا اگه بره سرمون تامی اسکلت ها. شاید چیپست دست خودشه. به خدا من توی پیدا کرده چیپست احساس میکنم خیلی دارم رد میکنم. نیستش اینجا. چرا میتونستین تکون بدین؟ نه هر بار که برمیگردیم میخونه من اینطوری هم که گاد واقعا چیپست اینجا نیست یا من کورم اینجا دیگه خیلی وقت نیست. تو من به فر از اول بازی مشکوکم. فقط میخواد بخوابه. ولی خب میتونی روی میتا هم بزنی ببینی چی میشه. بیدارش کنی. هنوز خوابه. صدا احساس کنم یا آهنگ آرامش بخشی. تا اینجا چیپست ندیدی میتا خوابالو. ما برگشت گفتیم میخوای با هم بازی کنیم. من دلم میخواست ولی تو خیلی زود از دنیات گذشتی. میشه رو یه لحظه این برقی اینجا دیدم فکر کنم میخواد بگه که آره اینجا یه چی هست. جهنم و ضرر. میتا حاضرم به خاطر تو
یالم تامی اسکلت دیگه تحمل کنه. احتمالا 60 به 40. میتا 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 دوباره برگشت به حالت اول. قرار نیست بیدار شه. خوشبختانه حتی با صدا کردنشم و جالب عکساشم میتای خوابالوه. خوابه همش. اوقی اینو وای لباس خوابم تنشه. نظر تو اینجا رو گیم پلی تموم کنم. جای خوبیه. جای آرومیه. همش خوابه. وای وای عکسشم خدا یه بیتو کیوت دیگه پیدا کرده. فقط بدش اینه همش خوابه. قرار نیست باش بازی کنی. قرار نیست باش سوپ بخوری و من کورم واقعا. I am cool. I am نابینا. I am noob. آهنگ لسه یه طوری شد. دارم میمیرم. دستم هنوز داره میلرزه. I am very noob. Very رو هیچی هم نمیشه کلیک کرد. بچه منو تحمل کنین تا چیپستو بکنم. چیپستو بیا با. فکر کنم دارم دنبال زیر بغل مار میگردم. دنبال نخود سیاه. دقیقا احساس میکنم دنبال نخود سیاه میگردم. چرا احساس میکنم تو میستر روزو میتونم پیداش کنم. احساسم اشتباهه. Give me chipset. بچه من خیلی جا رو گشتم ولی کورم. احساس میکنم 1000 بار دیگه این دره رو باز و بسته کنم مطمئنم میتا بیدار میشه. از دست این کموده. همش تقصیر این کموده است. همش. همه تقصیر اصلا. همه تقصیر کموده. میتا خشن چی؟ میتا دیوانه چیه؟ همش کمود. همش صدا قدمامون خیلی بده. گم همشون این مایک ترسناکه رو دارن و به نظرشون کاواییه و به نظر منم کاوایی نیست واقعا. من با کن هم نظرم. کیوت نیست. ناز نیست. ترسناکه. بدر من خیلی کورم. کاش میشد چرا قوه بگیرین. یه دور دیگه بگردم. یه دور دیگه. اصلا این به خاطر این نیست که من ترسیدم. فکر میکنم منو میرم اون در رد میشم. خوبه اون در رد شم و با یه چیپست مواجه بشم. چیپ شدید تراشه یا هرچی. او مای گاد خیلی شبیه چیپست بودی. او مای گاد ستاره دنباله دار. چرا میتونم رو اینا بزنم؟ همین
چرا این صداش فرق میکنه؟ همین چیپ زدم برم. خیلی وقت پیدا نکردم. نیست. بچه فشارم افتاده. من اینجا گیم پلی رو متوقف میکنم. بستم هست واقعا. یه چیز میخورم برمیگردم بعد ادامهش رو میرم. ولی خب شما پارت بعدی میرید. مرسی که تا اینجا نگاه کردید. از تامی اسکلت متنفرم. از اینکه چیپست هم پیدا نکنم متنفرم. بریم بمیریم. خدا حافظ.